خانه باینبر پهلوانای گرانوزن ازبکستان بچه‌های هستند اگر با دادخان گوشتین گرفتن خواهند برآمد باینده بر شما صبحیدین توفتون گرفتید سلامت باشید دوری بعدی را نگاه کنید رسانید غلبه مبارک ناموس و ننگ وطنداری شریف اگر منطقه های دیگرگونه باشد سلامت باشید جسور باین دگیرید نبی محمد خیز اینجا بیو ستاره درخشانی ورزش تاجیک 7 کرات با مسابقه های سطح جهانی در چمپیونات جهان 3 دفعه برنده مدال برنجی و 4 مرتبه فینالیست چمپیونات جهان این نبی محمد خورکشف هستند خیر مقدم طلب مردم اکم گپ میخیل میشود آنا الکترومبیل از نام پرزیدنت فدراسیون جودوی تاجیکستان در طبق شادمان رضایف بود با هر دو سعادت اقبال 10 دقیقه وقتی خالی هر دو پهلوان برای رقابت شاهجایزه خوب شنید نوروز کریمزاد عمر خیلی بود سلامت باشید شادیا چورتا هست بعد این یوکو و زاهید اگر باشد یگان نفر خواهشمندیم شی مهمانی عزیز رستم رفیق شیافته شما نیافتید شینید دکتر گجوری دکتر بیا پهلو بسیار پرتافتی عالی پهلو خوب بچه ها تشکر دست درد را نبینه شادمان امین جان عبدالجلیل زاده ترسونزاده تیمور ملیک یک قالین 1000 سومانی توفای هر دو پهلوانی تیمور ملیک و حصار کیمان دیگر کیمان ناامید علی جان بس اکی چی ملا رجب علی جان شد یاسین کارا گل کرد تشکر غلبه مبارک رحمت کلام با همه سپاس با جمعی مهمانایی که امروز با آفتاب لقا آمدید با دوستان محبوب با استادان برجسته هم سخن پیران خیرات جمع مهمانان جمع مخلصان واقعا حقیقی با آفتاب لقای مهمان نواز خوش آمدید کاری شادمان و کاری جسور جریان میگیرد بار دیگر تشریف مهمان والا مقام را با تنتنه این گوشتین خیر مقدم میگوییم سپاسگزاریم از آن چهره هایی که خب بچه ها یک بار دیگر دقت
توجه کنید. حق نظرов شهری حصار، علی مردانov سعید جمال ناحیه تیمورملیک 30,000 سامانی در طبق هر دو بچه ارجمندی حصار و تیمورملیک. اینا یک نینوازی نیمچه اوفری فلک مانندی آسمان کف عید مردم شرفمندی کلو مبارک باشد. خب تشکر فردوس نسیموف. پرتافت پهلوان جسور از ازبکستان حلال. فردوس نسیموف